درود دوست من، خوش اومدی به یه انرژی خوانی احساسی دیگه. احساسش نسبت به تو این روزا مثل ایستادن روی بلندیه، انگار روبروی یه افق باز ایستاده و داره مسیرهای مختلف رو نگاه میکنه. اما یه چیزی قطعیه، نگاهش مدام برمیگرده به سمتی که تو در اون ایستادی. درونش یه کشش آرام اما قاطعانه هست. کششی که انگار داره میگه باید قدم بردارم، باید برگردم سمتش. انرژی امروز اون یه بیداری درونی رو نشون میده. انگار چیزی در ذهنش روشن شده، مثل نوری که بعد از یه دوره بلا تکلیفی ناگهان روی حقیقت میفته. اون داره به یه نتیجه مهم میرسه. چیزی مثل یک فراخوان قلبی، انگار خودش هم نمیتونه بیشتر از این نادیده بگیره. در احساساتش یه تصویر میبینم. او با یک ظرف پر از احساس آرام ولی مطمئن به سمتت قدم برمیداره. این قدم با عجله نیست، اما با صداقت و شیرینی خاصی همراهه. حسی شبیه این که بخواد چیزی بهت تقدیم کنه. احساسش، دلتنگیش، یه حرف عاشقانه که مدت هاست توی گلوش گیر کرده و تو برای او مثل یه آغوش امنی. انگار وقتی به تو فکر میکنه احساس آرامش، مهربانی و درک شدن میکنه. این انرژی باعث میشه تصمیمش در مورد تو احساسی تر، صادقانه تر و بیواسطه تر باشه. در آینده خیلی نزدیک صحنه ای میبینم مثل یک جمع کوچیک، یک گفتگو یا یه لحظه شیرین که باعث میشه دوباره بخندید یا یه قدم به هم دیگه نزدیک تر بشید. اتفاقی که سنگینی ها رو از بین میبره و جو رو سبکتر میکنه و نقطه اوج ماجرا یه روشنایی قویه. انگار همه چیز از حالت سایه خارج میشه و واضح و گرم میشه. اون به یه وضوح رسیده. تو براش منبع شادی هستی. تو همون کسی هستی که کنارت همه چیز معنای روشنتری پیدا میکنه. قدم بعدی اون باز شدن احساسش، یه حرکت احساسی واقعی، یه نزدیکی دوباره و همون لحظه‌ای که بالاخره حرف دلش رو به زبون میاره. با امید بهترین ها برای تو دوست من.